سلام دوستان. آیا میدونستین که 90% آدما وقتی توی آینه به خودشون نگاه میکنن چهره واقعیشون رو نمیبینن؟ نه چون زشتن، نه چون مشکل دارن، بلکه مغزشون تصویر رو تحریف میکنه. اگر تا حالا از دیدن صورتت حالت بد شده، بذار یه دقیقه بهت بگم که چی داره اتفاق میفته. اگر امروز از آینه ها فرار میکنی، اگر حس میکنی هیچ زاویه و فیلتر و نور نمیتونه باعث بشه توی پوست خودت احساس خوبی داشته باشی، اگه الان حالت اینه، لازم نیست خودتو درست کنی، لازم نیست چیزی رو تغییر بدی، فقط کافی یه دقیقه نفس عمیق بکشی. هممون روزهایی داریم که با آینه نگاه میکنیم، با خودمون میگیم چی به سرم اومده، چقدر من امروز زشت شدم. شاید چون خودتو با کسی که توی اینترنت بوده مقایسه کردی. شاید چون یه حرف بیشتر از حد لازم توی ذهنت مونده. اما یه چیزی هست که شاید یادت رفته باشه. صورت تو برای بی‌نقص بودن ساخته نشده، برای خودتو بودن ساخته شده. وقتی دانشمندان جذابیت رو بررسی کردن، به یه نتیجه جالب رسیدن. ما اونقدرها هم عاشق تقارن کمال نیستیم. ما جذب گرما و احساسی که از طرف مقابل میگیریم میشیم. یه مطالعه روانشناسی تو سال 2022 نشون داده که آدما چهره ها رو زیباتر میبینن وقتی اونا رو با مهربونی و امنیت و ارتباط عاطفی همراه بدونن. مثل وقتایی که ما به اصطلاح خودمون میگیم که چقدر اون آدم خوشگل بود، یعنی چقدر مهرش به دلم نشست، یعنی چیزی که تو رو زیبا میکنه. اون چیزی نیست که تو آینه میبینی، بلکه احساسی به دیگران میدی. زیبایی کمرنگ میشه، مدها عوض میشن، اما نرمی صدات وقتی با کسی که درد داره حرف میزنی میمونه. برق چشمات وقتی درباره چیزی که دوستش داری صحبت میکنی خیلی جذابه. و نوری که صورتت موقع خندیدن میگیره چیزیه که هیچ الگوریتمی نمیتونه بازسازیش کنه. پس اگه الان احساس زشتی میکنی اشکالی نداره. این به این معنی نیست که زشتی، یعنی انسانی که توی بدنی زندگی میکنه، تغییر میکنه، توی دنیایی که وسواس داره، وانمود میکنه که تغییر وجود نداره. حقیقت اینه که هیچ کس همیشه مرتب و بی‌نقص نیست. حتی اونایی که خودت رو باهاشون مقایسه میکنی روزهایی رو دارن که صورتشون رو تو دستاشون قایم میکنن و آروم میگن از قیافم متنفرم. اما زیبایی چیزی نیست که درستش کنی، چیزیه که جور دیگه ای ببینی. لحظه‌ای که شروع میکنی با بدنت مثل یه دوست رفتار کنی، نه یه دشمن، وقتی به خودت میگی حتی وقتی حس میکنم کافی نیستم بازم خود منم، پس اگه الان احساس زشتی میکنی یادت باشه تو به هیچ کس بدهکار زیبا بودن نیستی، فقط به خودت مهربونی بدهکاری. و قول میدم همین چیزیه که واقعاً باعث میشه تو بدرخشی. مراقب خودت باش، تو لایق آرامشی.